در عالم که زندگی میگذرد حوالا نشو. حیات نمیستد. حیات مثل ساعت از دور زدن میگیرد. پیغمبر گفتن الدنیا ساعتون فجعلها طاعتون. دنیا گفتن یک ساعت است عزیزان من، امتای من. در یک ساعت وقت غنیمت دونیستن، طاعت عبادت زندگی های شیرین کن. جوانی 20 سال است عزیزان، در 20 سال جوانی تا نسوزون. 20 سال حق داری. بدی چه دولمدی بچه ها کنون نشد، دخترها کنون نشد، همه خانه کردن کار در کردن، جا کردن در کار. عموما جدایی ها سر میشود، بیماری ها فرا میگیرد. زندگی شیرین 20 سال است، 20 سال هم تلخ و شور. من بعضی بار ناجوان مردا را بینن پرتافته برفته است، زنهاش بیچاره 5 سال و 10 سال نامده شده است. این چی زندگی است؟ بعد میگه زن رای بد میرود. کی سبب گار است؟ فقط تو جواب میدی. انشاءالله پیش الله هنده. زندگی فقط از یک نان عبارت نیست. بار از بار نده ما زبانی خسرش دراز نان است، همش از داملو. از چی مینالد؟ شوش نیست تو. از این سال عادی میارم شما ده منم کلم سال هستیم که زنت اجازت پرسه که من 1 هفته رفته در خانم خواب میکنم، اجازت میتی؟ گو مرد باشه گو. ادرازی نمیشه. یکی زنی بیچاره خدا خواهد پرتافته میره 8 سال و 10 سال، این ظلم نیست؟ ولی پیش الله نه جواب میدی. ولی چیرایی که ناجویه صرف میکنی، زنهای بیگونه اون بدبختان در انشاءالله پیش الله نه جواب میدی. زندگی حتی آشنون عبارت نیست. زندگی خدا خواهد با لذت ها دارد، شیرینی ها دارد که یک شبش به 1000 شبی برابر است. گذاره بیچاره و چی وجدان است؟ زندگی چیه؟ همه زندگیش دلم جمع میگذرد. جدا نگذرد برفتی در 1 ماه، در 1 سال، در 2 سال بیا 1 ماه 2 ماه پیش زن بس و دیگه با تیرما از خدا خواهد. ولی بعد جوانان زن گفته هستن بلدش گفتگی است. میدونه بلدش خردگی است. 1 ماه 20 روزه 20 روز باید زندگی بکنن بپرد میرود. این بعد اونجا میرود خدا خواهد اونجا بسیار زن، اونجا زنهای بیتموز میگردد. بعدی بیچاره کجا برود؟ کی درس کند؟ کی شکایت کند؟ کجا برود؟ همین گوت نه هر روز انت یک بگه نتش بحث میکنن. من مثال میارم، حیوان مثال میارم. هر بگه مشکاسی یک بگه نتش آقل میکشونن. اینی من کجاشی چوار پره گل کردی، این من ندادی. زن که جه هم ختمون خودت خدا خواهد انشاءالله زن شو و خدا خواهد سفر برا کنی. گجا در نمیکنه، گجا نمیخوره. بلیم انصاف هم در کار است. زبس کنن اون راستی چون نپرتن برفت از 10 سال و 5 سال بیچاره خدا خواهد دختراش خورد، بچه ها خورد. مادر چینی خودش تربیه میکنه نیاد نبرون. مادر ضعیف است، چینی خود سیاست میکنه. مرد چینی خود سیاست دارد. ما میدانیم خدا خواهد شما در مسافرت میگرده اکثر لذت های زندگی مشقت هاش و دشوارش نمیدونه. برای شما آگاه باشین انشاءالله خدا خواهد برادرها. انشاءالله خدا خواهد زنها خوار نکن. پگه خدا خوارت میکنه. قدر زن نرسی الله نمیرسوند یک روز. برای فقط خدمت نیست و غلام نیست. از اون بعد جوانا مبادا زنش یک ناز کله گفت زنه حقارتش میکنه از با بجای یک اقلا همونجا استادن گبی خوبش نمیزنی. هی ناانصاف اومده نمیتونی اقلا گبای شیرینش نمیزنی. خودم مرم زن جان صبر کن خدا خواهد انشاءالله میرم من 1 سال نیم سال که کارم ندهی دستش چکار کنم التماس بزنم میتونه. بجای با یک بیچاره حتی با مادر وای بوده است که در جمعیت ما با شوهرش گپ زدن نمیمونده است. انا دهشتاش در گجا بوده است. شکایت های من قطعی دست است. خواهرها پیشوای ما آمده در کابینت من خواهدشا پرداخته رفته سادیه. این زندگی نیست. همین اون چه که خدا خواهد انشاءالله میخواهی زن تونم روا بین. زنم میخواهد انشاءالله خدا خواهد
ششلی خورد، زنم میخواد انشالله آش خورد، زنم میخواد انشالله سمبوسه خورد، زنم میخواد در چایخونه رفته شیند، نمیخواد. چون محیا کرد نمیتونی. برای شما دلیل میارم. از بازار من میدانم خدا خیر، من توریم گوشتان در سودا میکنم. از همین بازار جدا زور کند یک کیلو گوشت میگیرن، 2 کیلو گوشت میگیرن، نکی 1 کیلو گوشت بچه ها تا جورش میخورن جدن. بعد خونش آورده با چی میگفته است اینا نمک کردمون با خود نخری میمون میمون. این کجاست عدالت است؟ اگر خدا خودم گوشت خونه نورده زنت نده انشاءالله تاری سر نبرداشتت نگرده تو درون کن. همون چیزای خوبه، همون چیزای زیباره، همون چیزای خدا خود شرایطاش مهیا کن، یک دهنگم نمیزنه. چون شرایطی خوب ندارد. بعد ما کلونگری که در کوچه ها میگردیم. حتی خدا سبحانه و تعالی بینن در قرآن چی گفته است که شما زندگی های خوب کنید. 5 هر در بالای ما شما هست. یک تاش میگه آن چیزی که خری همسر تا خورو. هم 2 تا شاشی خودی می 2 تا شاشی که بیار. 2 تا سمبوسه خودی می 2 تا سمبوسهش بیار. آن چیزی که میگه پوشونی پوشانش. وقتی که ما شما 200,000 و 300,000 شیم کسی میخریم برای چی ذاتنا نمیخریم؟ کنیم برادری که و بیچاره من فصل زمستان میشه برداز معصی ندارد. لباس های تنوک بیچاره خونه کنن لرزیدن تا بگانیه با کار میکنن. این گجاش انصاف است، گجاش عدالت است. عزیزانی من این همش توصیه چی است؟ پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم است. صبر کنن، طاقت کنن انشاءالله خدا خواهد. زنها را حرمت کنن، زنها را باید که مردها را حرمت کنن. چقدر در باره زن گفتیم برای که زنها میگیم. زنم انشاءالله خدا خواهد من عروسی امشبه امروزه که اینجا اومد وظیفه خدا خواهد باید که دختریش کند. وظیفه چی است امروز؟ الحمدلله امروز در خاندان همچون دختر قبولش میکنن یا نمی؟ اگه با تبا خدا خواهد یعنی همسرشون که دید دخترم گفتا معامله میکنن یا نمی؟ دخترم گفتا مراجعت میکنن اگه باید که دختریش کند خدا خواهد انشاءالله. از دست چی هنر می آید چی کار می آید دریغ ندار. خدمت که خدا خواهد حرمت که 18 ساله که پدر تربیت داد امروز در 18 سال می شود. این مردم زنهای بیگانه می آید تو را می سنجن. من این سرها رفتار میکنه چکر گفتار میکنه چی میگوید چکر معامله میکنه می سنجد شما در سنجش الهی هستی. برای همین اولا خدا خواهد شوهر تا حرمت کن. روز قیامت الله سبحانه و تعالی محکمه سودی داره عزیزان من. محکمه سودی با شما را سود میکنه. یعنی مثل امروز سودای دنیا خدا خواهد روز قیامت الله ما شما را سود میکنه. یک مردار روز قیامت بعد نماز و طاعت و عبادت و روزه و زکات و حجش از حق پدرش میپرسد. پدر تا خدمت کردی نه. زنها را بعد از طاعت و عبادت و نماز و روزش از حق شوهرش میپرسد. اگر شوهرش راضی باشد با جنت میدرد الا نمیدراید. جنت جای بازی نیست. نخواهد برای جنت چکار میکنی؟ عمل میکنی. برای جنت حرکت میکنی انشاءالله خدا خواهد. زنها حیات نبراید. ایو امراتی میگه پیغمبر بزرگوار ماتت و زوجها ان راضٍ دخل الجنه. کدام زنی که وفات کند در دنیا اگر شوهرش ایره و راضی باشد انشاءالله جنت بدهد الا نه. کدام زنی که گفت پیغمبری بزرگوار 5 وقت نماز خوند عورتاش از مردای بیگانه محکم کند حجاب کند شوهرش خدمت کند ای کدام دری که جنت که 8 دروازه دارد از کدامش خواهد الله سبحانه و تعالی روز قیامت داخلش میکند. زنها هم خدا خواهد حیات نبرارند. زنها هم وظیفه دشوارترین است. پیغمبر علیه السلام گفت اگر خدا سبحانه و تعالی انسان را سجده کردن میفرمود من زنها را برای شوهرها سجده کردن میفرمیدم. تو اینقدر بزرگی دارد. اگر سجده کردن خدا اجازت میداد لیکن سجده کردن برای انسان با انسان کفر است.
من سجد لبنی آدم فقط کفر. گفت پیغمبر کسی که آدم را سجده میکند وی کافر میشود. من پیغمبر بزرگوار فاطمه مادر نگفتگی سخناش بس همین دخترها میرسانم. یک روز بینین فاطمه مادر نو به حضرت علی حجر مذاق میکنن. وقتی که حجر مذاق میکنن یک کمی سر سختر میزند، حضرت علی خفه میشود. 7 مراتبه در اطرافش دور میزند، میگه زن جان راضی شو، مرد جان راضی شو، من خطا کردم. حضرت علی تبسم میکنن من راضی هستم، لیکن طاقت نمیکند. حضرت فاطمه مادر گو پیغمبر علیه السلام بهترین دختر شو، شیرین ترین دختر شو. دوان میگه پیش پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم میرا، میگه پدر جان یک گناه کردم. بچم چی کردی گناه؟ می گناه همین که داماد شما علی خفا کردم. من گناه از خدا پرسید. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم دست بالا نبرداشت. یگانه یک سخن کرده، گفتن که یا گفتن فاطمه علی راضی شد، گفتن علی راضی شد. علی راضی شد حاجتی از خدا پرسیدن نیست. یا که آگاه باشن که لو میتی قبل رضای علی ولا تصلی جنازتکی، اگر علی خفا میکرد و میمردی من جنازت نمیخوندم. تو نگو که من دختر پیغمبر هستم. اگر گفت رسول الله کدام زنی که مثل بی مریم عبادت داشته باشه، مثل بی مریم، میدانی که خدا سوره مریم است. بی مریم زن صالحه بود که از مانده 100 مراتب افضل بود که از جنت برای دسترخوان می اومد. اگر مثل همین گفت طاعت عبادت کند و شوهرش ناراضی باشد وای دوزخی است. تیار نبرد تو زن شده مفته خلاقت بسیار بالا نمیبری. وظیفه های خلاقت زنانت حرمت عزت خدمت انشاءالله خلاقت بجا میاری. رضا الله فی رضای زوج، پیغمبر گفتن راضگی خدا در راضگی شوهره و غضب الله فی غضب الزوج و غضب خدا گفت در غضب پدر و شوهره. کدام زنی که میگد اگر شب شوهرش کار کند دعوتش کند نزدش سرکشی کند تا دمیدن صبح لعنت خدا بر همون زن است. تمام فرشته ها الله همون زن لعنت بکرد که برای شوهرش اطاعت نکردنش. اگر نگد شوهر تمام وجودش چی شود، یعنی یاره شود، تمام وجود زخم شود، به زبانش تازه کند، حق اخلاقش شوهرش ادا کردی نیست. اینا نبرد این زن ها. زن اخلاق خواهد جنتش است شوهر است. جنت بر بچه ها پدر و مادر است. نیاز نبرده. شما بچه ها هم اگر نماز خود طاعت که عبادت کن پدر و مادر تو ناراضی باشد بیکار است. آره نشو. نماز هم خدا قبول نمیکند. چون که راضی رضا الله فی رضای والدین، راضی خدا در راضی پدر و مادر است. و غضب الله فی غضب الوالدین، غضب خدا در غضب پدر و مادر است. نبرده. اگر خدا خواهد پدر و مادر چی دعا کنند میگیرد. عزیزان من آگاه باش، هوشیار باش. از 3 دعا پیغمبر گفتن حذر کنین. 3 دعا، یکیش دعای پدر و مادر، یکیش دعای مظلوم، سومش دعای مسافر. پرهیز کن. بین اینها و بین الله حتی پرده نمیشده است. چی دعای کند الله اجابت نکند. بزود خدا خواهد بالای شما میآید. اگر شما خدا خواهد امروز پدران آزاد از بچیکاتو میکشید، آنچه کردی با پدر بینی او را از پسر. خدا خواهد بچه 10 سال بعد 15 سال بعد کلون نشود فوتبال میکند. دست برداشتاشی پاچکه میبرداره انشاءالله. یک تا زداشی 10 تا میزند. این حکم شریعت است. آکی پدر و مادر شدگار همی دنیا نخدا میداده است. او آخرت نمیمونه شوری. همین دنیا الله سبحانه و تعالی نشان میتیه. بعد پشیمان نشی، بعد افسوس میخری، لیکن چی فایده؟ این جهان کو از فعل ما ندا، باز می آید سوی ما عکسی صدا. این جهان نیست یک کو است. وقتی که کو میبرای آگویی صداش میگردن، همین کارهایی که ریدم 10 سال بعد 15 سال بعد جواباش میگیری خدا خواهد انشاءالله. یکی وقت میگذرد، ساعت میگذرد انشاءالله. پشیمانی چی در کار بر؟ و پشیمانی ها سود نمیکند، بعد دیگر جوان نمیشوی.
مبادا پدرت وفات کردگی باشد، مادر در دنیا گذشته باشد و این نمی آید دیگر، محل گشته نمی آید. دوباره صدها زنی سری خود به سنگی خورد، صدها سر در سنگ آزد، لیکن گشته نمی